به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان. اتفاقات روز 4 محرم الحرام را انشاءالله امروز به همه عزیزان بازگو خواهم کرد که در روز 4 محرم الحرام شمر ابن ذوالجوشن، یکی از سرسخت ترین دشمنان امام حسین علیه السلام، وارد سرزمین کربلا میشه و حامل نامه عبیدالله ابن زیاد به عمر ابن سعد هست. در این نامه نوشته هست حسین را بدون قید و شرط به بیعت وادار کن، اگر بیعت نکرد با او بجنگ. چون عمر ابن سعد دوست نداشت با آقا ابا عبدالله بجنگد، تمایلی به جنگ نشان نمیداد، ولی در نامه عبیدالله ابن زیاد چنین نوشته شده بود: اگر راه جنگ را به پیش نگیری تو را خلع مقام کرده و مقام را به شمر ابن ذوالجوشن خواهم داد و فرماندهی ارتش زین پس به دست شمر ابن ذوالجوشن هست. عمر ابن سعد چون از مقام خودش ترس داشت و واهمه داشت که مقام خود را از دست ندهد، وارد جنگ با امام حسین علیه السلام شد و دایره محاصره را تنگتر کرده و دسترسی به آب فرات را هم به امام علیه السلام و یارانش سخت کرد. یه هم از اتفاقات روز 4 ماه محرم الحرام. انشاءالله روزهای بعدی را در همین چینل و در همین جا خدمت شما عزیزان بازگو خواهم کرد. یا علی، خدا نگهدار.